شر دنافبرا هزن ارتشا سوریه و چکدارن داعش ده لباشور و باشور روجاوی باجار حسک بر دوام دکه و بالافرن ارتشه جهه چکداران لوه نافچه بومبا واران کرن. چافکانیه کی باجار حسک راگهان کفر و کین رژیم سوریه اپراسیون دجوار لدیجی چکدارن داعش لباشوری باجار حسک پیکانین. ده انجام ده داعش نچار بو گوژ در دورا گرتیگه هزارو کن یا کوکود 2 کیلومتران دکه و باشوری باجار حسک وکشیان. روانگه سوریه مافی مروفانجی ده داخویانیه کی ده ایرو راگهاند کفر و کین هف پیمانیه چند اپراسیون لباشوری روجاوی سرکانیه انجام دان. روانگه دیار کرجی کل حسک و سرکانیه زیان مادی و مروفیه نبر چاف گهانه چکدارن داعشه لهجماره که هویر جکشتی و برینداران را نگهاند. جالی که دنوال گور آجانسا فرمیان و چین رژیم سوریه کو بالا فرن ارتش سوریه حتی درنگیا شوه نوندن داعش لکارگه قیره زندان احداث و گندن سودا عبد و خرات لباشوری باجار حسک بومبا باران کرد کد انجام ده بدهان چکدار هات نکشتن. آژانس رژیم سوریه هر وها راگهاند که شرکی گران دنافبرا هزن ارتشه و چکدارن داعش ده لدر دور باجار حسک بر دوام دکه. پارزگار حسک راگهاند بو که چکدارن داعش روژا پنجشنبه به 13 اتومبیلن بمبکری ایریشی خالن کنترله یین هزن ارتش سوریه کرن و دزدانین سر چند ناوندن وان لباشور و باشور روجاوی حسکه. لگور زانیاریان یه پک حتی نها تولی شره لحسکه نبویه. ده هزن کردوین عرب این باجار حسکه لگله برپرسن حکومت سوریه لحسکه پیادویه پک جویان با آرمانجا پاراستنا باجرج ایریشن داعشه. اندامه انجمن هزن کرد لباجار حسکه فواز بنگو جدزگهین راگهاندن راگهاند بو گود جوینال گله فرماندرن یه پکه ده. یه پکه قبول نکره آلیکاری ارتش سوریه بکه. دش شریل دجی داعش ده لباشوری باجار حسکه. بگوت نبنگو یه پکه راگهاندیه که هر یک جوان شر خواه بجداد که. لید همان دمه ده تکس کرن که اوی نهیلن حسکه بکه ود دست داعش ده.